حلالم کن. خاله نریمان، مراد پسرم، خیره انشالله. چیزی شده؟ نه، یه چیزی یادم اومد. من باید برم اوست ابراهیم. چی شد؟ شما کارت انجام شد؟ نه هنوز انجام نشده ولی میشه. خب انشالله که خیره. چی خیره اوستا ابراهیم؟ همسرم یه زمین از پدرش بهش ارث رسیده، اون داره فروش میره. ما که پدری نداریم واسمون ارث بذاره، مجبوریم اینجا واسه چندرغاز کار کنیم. شک کن دخترم، شک کن. اگه قانع نباشی چیز زیادی دستت نمیاد. افه جون، چیزی شده؟ کرم ما همسایه ایم، درست نیست اینطوری میزنی. این بغله خوشحالی مراد گل زدره و خوشحاله. حالا که اینطوره بیا اینو ورش جا. اما مراد زانم خیلی درد میکنه. الان میبرمت خونه.
به اون کرم نشون میدم. تموم شد. تو بازی بعد منم اونو میندازم زمین. این کار اصلا درست نیست. اگه کسی بخوره زمین تو باید بلندش کنی. ولی اون منو انداخت زمین. زانومو ببین مامان ملک. اگه هممون این کارو بکنیم دیگه اصلا آدم درستکاری باقی نمیمونه. باید جواب بدی رو با خوبی داد. حالا برو صورت تو بشور عزیزم. باشه. مادر، خاله نریمان یادت میاد با حسن؟ مگه میشه یادم نیاد؟ خدا میدونه بعد از اینکه خونش سوخت چی کار کرد، کجا رفت. فکر میکنم 10 سالی شده. ها نمیدونم حسن چی کار میکنه. برای چی از خاله نریمان میپرسی؟ میشه پیداشون کنیم؟ کسی میدونه کجان؟ میتونم یه پرسجویی بکنم. تو با خاله نریمان چی کار کردی؟ من باعث اون آتش سوزی بودم. وایسا فرار نکن. بوده پسرم، خونه نریمان داره میسوزه.
خدایا من چجور آدمی چطور تونستم این کار رو بکنم؟ چی کار کردم؟ مراد مره مشکلی پیش اومده؟ نه ممنون. نمیدونم چی کار کنم. خیلی شرمندم. اگه دست خودم بود گذشتم و به یاد نمی آوردم. میری بیمارستان؟ امروز شیفتم. زانم خیلی درد میکنه. بزرگ میشی یادت میره. هر چقدر از گذشتت پشیمون باشی آینده‌تو با دقت بیشتری بنا میکنی. یعنی میتونم؟ با یاری خداوند میتونی. من باور دارم. میوه تازه داریم. چطوری خواهر ملک؟ بفرما تو هاجر. نه نمیام. شیر برنج درست کردم. یکم براتون آوردم که ازتون عذرخواهی کنم. اشتباه کردم، حرف اون زن رو باور کردم. چند سال همسایه شما اون وقت حرف شما رو باور نکردم. ای بابا هاجر این حرفا چیه؟ خودت هم داری میگی چند سال همسایه ایم. بین ما که نباید این حرفا باشه. حلالم کن. حلالت کردم. ممنون. هاجر میدونی نریمان کجا رفته؟ کجا میتونیم پیداش کنیم؟ سالی یه بار میبینمش، خبری ندارم. خیره انشالله. باید نریمان رو پیدا کنم. یه جایی تو منطقه سوتلو تو شنبه بازار بساط پهن میکنه. اونجا میتونی پیداش کنی. بفرمایید. شما درد نکن. اما مراد مادر فهمیدم نریمان کجاست پسرم. بگو مادر بگو. منم میام. مثل که زانوت خوب شده. آره خوب شد. گوش کن چی میگم. سمت منطقه سوتلو که بازار برپا میشه شنبه ها اونجا بساط میکنه. نزدیک بازار توی خونه یه طبقه زندگی میکنن. اول برو بازار، انشالله اونجا پیداش میکنی پسرم. از طرف منم سلام برسون. دست منو ول نکن خب. بسم الله الرحمن الرحیم. نریمان خانم چی میخوای؟ در مورد پیش دادم فکر کردی؟ فکر کردم اون کار شدنی نیست. من یه پسری دارم که باید به آیندهش فکر کنم تا وقتی خدا بخواد و بتونم در خدمتشم. هممون بالاخره یه روزی از دنیا میریم. خب تو که بمیری پسرت چی میشه؟ پولی که بهت میدم زندگی پسرتو نجات میده. این کارت منه، فرصتی نمونده. خوب فکراتو بکن. من نمیتونم جونمو فدای پول شما بکنم. دیگم سراغم نیام. برو سراغ کسی دیگه. خاله نریمان. تو دیگه کی هستی؟ چی میخوای؟ منو نشناختی خاله نریمان؟ خیلی ببخشید پسرم نمیشناسمه. مرادم پسر ملک، محله سابقتون. بذار ببینمه. ماشاءالله اصلا عوض نشدی پسرم اصلا. اون مرده کی بود؟ اگه مزاحم شده من. نه چیزی نیست. این بچه توه؟ تو پدرم شدی؟ میشه گفت شدم. افه سلام کن عزیزم. میری خونه خاله نریمان؟ آره میرم خونه پسرم، ولی مزاحم تو نمیشم، به کارت بره. چه زحمتی. من میخواستم بیام خونه شما، اصلا داشتم میامدم اونجا. خوش اومدی مراد، خوش اومدی، ولی تو را براتون میگم. باش.
بگیر. من میارم. راستی مراد، حال مادرت چطوره؟ خدا رو شکر خوبه. شما چطوری؟ حسن چطوره؟ میتونم الان اون رو ببینم؟ خونمون همینجاست، تو کوچه روبرو. یه خونه یه طبقه بیشتر نیست. بپرسی فورا نشونت میدن. سر فرصت یه سری به همون بزن. حالا بده به من برم. نه بده. من میرسونمتون. نه نمیشه، خودم میرم پسرم. بده. خاله نریمان، بده. من خیلی بیشتر از اینا به شما بدهکارم. چه بدهی پسرم؟ آتش سوزی. آتش سوزی؟ اون آتش سوزی. کاش اون آتش سوزی نمیشد و خونمونو از دست نمیدادیم. هر وقت یادم میفته تمام بدنم میلرزه. چطور بگم؟ باعث اون آتش سوزی من بودم. اونی که اون شب سطح فلزی رو چپه کرد و وقتی در زدین در رو وا نکرد من بودم. دزدی کرده بودم، داشتم از دست پلیس فرار میکردم. تو محل میگفتن تو آدم قابل اعتمادی نیستی، ولی من از تو دفاع میکردم. میگفتم پسر مالک این کارا رو نمیکنه. وای بس حق داشته. ولی دیگه تموم شد خاله نریمان. من عوض شدم. چی کار کنم تو منو ببخشی؟ چی کار کنم تو حلالم کنی؟ کاش بعد از این همه وقت اصلا نمیمدی، اصلا برام نمیگفتی. کاش اینا رو اصلا نمیفهمیدم. خاله نریمان خواهش میکنم گوش کنی. هیچی نگو مراد. برو پی کارت، برو. افه پشمکی پشمک. کی پشمک میخواد؟ پشمکی کی پشمک میخواد؟ پشمک. ببخشید آقا. بفرمایید. شما یه بچه 5-6 ساله ندیدین؟ نه ندیدم. یه کاپشن سرمه‌ای تنش بود. ببگیر. میشه به منم بله پول داشته باشی. چرا؟ دارم. بیا. زود باش. آقا من یه لیره دارم، میشه به منم پشمک خیلی بدین؟ خوب عجله نکنید. من خیلی ممنون. باشه 2 تا میدم. بفرمایید. سر صدا نکنین دیگه. باشه خیلی ممنون. بیا. بگیر. پسر مراد تو اینجا چی کار میکنی؟ میخواستم پشمک بخرم، بعدش گم شدم. پشمکی. اما مرادم کجاست؟ با من بیا. پشمکی. بیا. خیلی ممنون. بریم. خسته نباشی. خیلی ممنونم. شما اینجا یه بچه 5-6 ساله ندیدین که تنها باشه؟ یه کاپشن سرمه‌ای تنش بود. نه ندیدم. من به مامان ملکت خبر میدم بیاد دنبالت. باشه؟ برو بالا. چقدر فقیر هستیم. فقیریم ولی تا به امروز یه لقمه حروم نخوردیم، خدا رو شکر. این دیگه کیه؟ این بچه دیگه از کجا پیدا شد؟ این کیه؟ من افه هستم. ما به خودمونم نمیتونیم برسیم مادر. اون وقت تو از کوچه ها بچه جمع میکنی میاری؟ حسن این حرفو نزن. بیچاره تو خیابون گم شده. میخواستی چی کار کنم؟ همینجوری ولش کنم؟ من میرم.
من خونه دارم. ماملک منتظرمه. اما مرادم هم همینطور. کدوم مراد؟ اون خونه ای که تو کوچه است. اونی که اونجاست؟ بله هم. بله ممنون. بچه ها تو محل با هم فوتبال بازی میکردن. همیشه با حسرت نگاهشون میکردم. ولی چون من فلج بودم حتی نمیذاشتن نزدیکشون بشم. قولم میدادن مینداختنم مسخرم میکردن. یعنی عمو مراد دوست تو نبود؟ مراد میخواست با اونا دوست باشه، نه با من. نزدیکترین همسایه‌مون بود. ولی وقتی منو اذیت میکردن اون توجه نمیکرد. خونمون سوخت ولی اون حتی نیامد کمک کنه. مثل همه منو تحقیر میکرد، کوچیکم میکرد. شاید ما از دید مراد آدمای خیلی بدی بودیم. افه اینجاست؟ اومدی؟ افه پسرم بیا ببینم. تو کجایی؟ رفتم پشمک بخرم. از این به بعد حق نداری بدونی که به من خبر بدی جایی بری، فهمیدی؟ ولی من پشمک میخواستم. شما هم داشتین با هم دیگه حرف میزد. حالت خوبه خاله نریمان؟ آره خوبم، چیزی نیست. به مادرت سلام برسون. برو. حسن نیست؟ ببین مراد، هر چی بوده دیگه گذشته. فایده ای نداره حرفشو بزنیم. برو بذار ما به زندگیمون برسیم. برو. وقتی فوتبال بازی میکردین اونو بازی نمیدادین عمو مراد؟ اشتباه میکردیم. آتیش سوزی شده بود ولی تو کمک نکردی. اشتباه بزرگی کردم. حالا پشیمونی؟ پشیمونم. باید هر کاری از دستم برمیامد انجام میدادم ولی نکردم. همسایه ها خیلی به گردنمون حق دارن. ولی اونا که دیگه همسایت نیستن. اگه خونه آدم ها کنار هم باشه همسایه میشن. الفه خوابید. پاشو تو انبارو بخواب پسرم. خسته ای؟ باید صبح زود بیدار شی. من میرم بیرون مادر. این وقت شب؟ کجا میخوایی بری مراد؟ تو خونه به منوای بیرون خیلی سرده. خاله نریمان گفت دیگه نمیخواد منو ببینه. خب میخوای چیکار کنی؟ پشت در خونشون میشینم. امروز دیدم بخارشون خاموشه. بهتره برای شیزم ببرم ببینم چی لازم دارم. بالاخره متوجه اشتباه هم میشه و حرفامو باور میکنه. خدا کمکت کنه پسرم. اینجا چی کار داری مراد؟ چی میخوای؟ برات هیزم آوردم خاله نریمان. دیدم پا درد میکنه گفتم من براتون بیارم. برو پی کارت مراد، برو. زود باش، هیزم میزم لازم نیست. زود باش برو تو خونه گرمت راحت بگیر بخواب. برو. حداقل بذار حسن رو ببینم. حسن نیست، کار پیدا کرده میره سر کار. با اون وضعش تلاش میکنه یه لقمه نون بیاره خونه. اون دست به حرام نمیبره. برو دیگه. تا قبولم نکنی همینجا میشینم. از اینجا تکون نمیخورم. خاله نریمان چی شد؟
حالم بده پسرم. چی شده همسایه؟ بازم اون درد اومد سراغش؟ مراد چی شده؟ نمیدونم، پهلوش درد میکرد. اگه فهمیدی به منم بگو. حالا بذار اول یه مسکن بهش بزنم. یواش، مراقب باش. خیلی خوب خاله جون، نگران نباشین. الان یه مسکن میزنیم دردتون کم بشه. مراد، نریمان خانم مشکل کلیه داره. درخواست پیوند کلیه دادیم، به کمک یکی از همکارا وارد لیست کامپیوتر شدم. نوبتش نزدیکه، به محض اینکه وقتش بشه پیوند انجام میشه. بعدش انشالله هیچ مشکلی نخواهیم داشت. مراد، به نظر میاد شرایط زندگیش خیلی ناجوره. بهتر حداقل تا موقع پیوند یه جایی بمونه که بشه بهش رسیدگی کنه. بیا یواش. خدا ازت راضی باشه بزن. من چی کار کردم خاله نریمان؟ خیلی خوب نریمان، به خونه جدیدت خوش اومدی. با این کارا که میکنین فکر میکنم خیلی آدم مهمی هستن. واسه ما کی از همسایه قدیمی خوبی مثل شما مهمتر و عزیزتر خاله نریمان؟ حسن چی میشه؟ نگران نباش خاله نریمان، انشالله خودم به حسن میرسم. شما نگران نباش. بفرما تو. ممنون. خدا ازتون راضی باشه. برای رضای خدا. من که بهت دادم. برای رضای خدا. پول بدین یه نون بخرم. یعنی چی؟ تو کی هستی؟ اسمم حسنه. از آدمای کوره هستی؟ چی؟ نمیخواد واسه من فیلم بازی کنی پسر؟ اینجا محدوده ماست. زود باش برو ببینم. مگه نمیشنوی؟ از آدمای کوره؟ نمیدونم فیلم بازی میکنه یا نه. ببین چی میگم داداش، برو به اون کوره بگو دیگه تو محدوده ما آدم نفرسته. فهمیدی چی گفتم؟ نمیدونم چی میگی. اون خودش حالیش میشه. ببین اینجا محدوده ماست، ما گدایی میکنیم، کسی دیگه حق نداره اینجا باشه. زود باش برو ببینم. ویلچر ول کن، اون مال ما. از اینجا برو. ولی من که نمیتونم راه برم. من که نمیفهمم چی میگی. واسه اینکه کرولالم گفتم برو گم شو. نگاه کن، این واقعا فلجه. آره، طرف واقعا فلجه. شانس ما رو بدید. حسن آقا. یعنی چی؟ زود باشیم بریم. بیاین دیگه. به حسابتون میرسیم. برای رضای خدا. اما حسن چه بلایی سرت آوردن؟ حسن 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 خدای خودت حفظش کن. حسن شماره که اون سری دیدم خیلی ترسیدم. آقا حسن برای چی کسی کمکت نکرد؟ تو این دنیا هیچ کس به من کمک نمیکنه. هنوز نفهمیدی؟ مگه میشه؟ اما مرادم به همه کمک میکنه.
به منم کمک کرد، به بابام هم کمک کرد، به بقیه هم کمک میکنه. من نیازی به کمک عمو مرادت ندارم. راحتم بذار. برو. واسه چی من آوردی اینجا؟ خونه من که اینجا نیست. حسن دوست من. ولی عمو مراد هم آدم بدی نیست. تو آسمونا دنبالت میگشتم پسر. بازم داری وانمود میکنی که دنبال یه کار خیر هستی. دیگه چی میخوای سونا؟ کاری نمیکرد. آقا حسن داشت گدایی میکرد، بعدش بقیه گداها اومدن و زدنش. تو دیگه حرف نزن. از کجا میدونی؟ چی بابا یه چیزی گفت. بچه هست دیگه. بیا بریم. میبرمت خونم. نمیخوام. برم کن. ولی مادرت هم خونه ما. بابا یه کم مغازه برس، مشتری کم شده. تو نگران مشتریا نباش سونا. خداونده که روزی رسونه. اگه قسمتمون باشه بهمون میده. نباشم شکر میکنیم. حسن آقا دیروز فوتبال بازی میکرد، یه گل زدم باید میدیدی. بعدش کرم واسم یه پشت پا انداخت. خانم خیلی درد گرفت. خدا ازت راضی باشه پسرم. چطوری ازت تشکر کنم؟ چیزی نگو خاله. اگه دلت خواست برام دعا کن. چی بهتر از این؟ بفرمایید. بله آقای دکتر. جدی میگی؟ بله من میشناسمشون، بهشون خبر میدم. ممنون آقای دکتر. آیلا جون میشه نیم ساعت حواست به کار من باشه تا من برگردم؟ باشه برو به کارت برس. آقا دست از کارهای خیرشون کشیدن و اومدن سر کارشون. اتفاقی افتاده؟ سونا چی میگی اول صبحی؟ مراد خوش اومدی مروه. چه خبر؟ برات خبرهای خوش دارم مراد. ببینم این دفعه به کدوم بدبختی میخوای کمک کنی؟ اون خانم که مهمونتون بود، نریمان خانم، گفتم برای کارهای پیوندش بیاد بیمارستان، بره دنبال کارهای اداریش و آزمایشاتش. نوبتش شده. خدایا شکرت. فوری بهشون خبر میدم. ممنون مروه. بازم ممنون. الو مادر، خبر خوش دارم. نریمان خدا رو شکر وقت پیوند زدن شما رسیده. اونا آمادن. باید فوراً حاضر بشی. خدا رو شکر خواهر. خدایا هزاران مرتبه شکر. مادر جون پسرم بعد از یک هفته برمیگردم پیشه. بهتره دیگه برم خونه. نمیشه، من داداش حسنمو تنها نمیذارم. قراره با هم فوتبال بازی کنیم. بذار برات وسایل تو آماده کنم بعدش میریم. ای همسایه عزیزم، نه نیازی نیست، خودم میتونم برم. مگه میشه بذارم تنها بری نریمان؟ بفرمایید. ممنون. خاله نریمان انشالله خدا شفاتون میده. خدا ازت راضی باشه پسرم. شانس بهت رو آورده نریمان خانم. روزای خوبی در پیش خواهی داشت انشالله. راستش فقط به فکر پسرم هستم. خدا رو شکر کارا داره رو به راه میشه. انشالله که بلا دوره. ممنونم. انشالله زودتر خوب میشی و برمیگردی. پسرتم گناه داره دیگه، نمیره گدایی کنه. تو چی داری میگی؟ سونا دیگه شورشو دار وردی. خبر نداشت. چی میدونستم؟ خب با این تنگ دستی خیلی طبیعیه. بیچاره گدایی نکنه چی کار کنه؟ تازه از گداهای دیگم کتک خورده. نریمان وایسا. مگه من چی کار کردم؟ من میرم. اصلا خودت وایسا تو مغازه. من کار دارم، باید برم. خودت میدونی.
استاد ابراهیم هم که رفته محضر. وقتی برگرده میبینه مغازه بسته است. خب جو کاش میمردم و نمیشنیدم. چی شده مادر؟ یعنی من بی خودی این همه زحمت کشیدم برای رضای خدا. بگو وای چه بلایی چی شده؟ بگو مادر. تو گدایی میکنی؟ گدایی نمیکنی مگه نه؟ گدایی نمیکنی مگه نه پسرم؟ بس درسته. بی خودی این همه زحمت کشیدم، بی خودی کار کردم، زحمت کشیدم، همش درست بود. این همه کار کردی چی شد؟ چی شد مادر؟ ببین چه وضعی داریم. آخه اینم شد زندگی؟ این دیگه چه حرفیه؟ من فلجم فلج. تو هم مریضی. هر کاریم بکنی خوب نمیشی. منم نمیتونی نجات بدی. با گدایی چی عوض میشه؟ تو نباشی چی میشه؟ اول آخرش که باید گدایی کنم. حتی اگه تو خیابونا هم گدایی نکنم همیشه باید چشمم به دست کسی باشه. جواب بده دیگه. اگه تو نباشی چه بلایی سر من میاد؟ کی ازم مراقبت میکنه؟ کسی از آدم ناقصی مثل من دفاع میکنه؟ پولی که بهت میدم زندگی پسرتو نجات میده. فروشی جون منم فروشی. نه مادر نباید این کارو بکنی. مادر حسن پسرم، از وقتی که دنیا اومدی حتی یه لحظه هم تنهات نذاشتم، حتی یه لحظه. ولی حالا دیگه باید برم. مادر خواهش میکنم این کارو نکن. مادر حسنو به شما میسپارم عمل کنه. مادر خواهش میکنم نرو. استاد ابراهیم من باید فوراً برم. مغازه رو میسپرمش به شما. چرا اینقدر عجله داری؟ باید برم بیمارستان برادر. قراره امروز خاله نریمان رو عمل کنن. زودتر برم که سونا کارو بیشتر از این خراب نکنه. من رفتم. خداحافظ. بفرمایید خانم. آقا چنگیز اینجاست پسرم؟ داخله، بپرسین نشونتون میدن. اون حتما میاد. میدونی چند سال منتظر این لحظه تو خونه دعواشون شده گذاشته رفته. خبری ازش نیست. برداشت منفی نکن. خاله ملک مادرمو نجات بده. پسرم آروم باش. بگو ببینم چی شده. یه مردیه به اسم چنگیز آکار. خب اون چند وقته دنبال اینه که نوبت پیوند کلیه مادر رو ازش بخره. مادر همیشه میگفت نمیشه، ردش میکرد، ولی اون همش دنبالش بود. رفت نوبت کلیه‌شو بفروشه. همینجا صبر کنیم. چشم قربان. نسیم حالت چطور نسیم؟ حالم خوب نیست چنگیز، خیلی درد دارم. خوب میشه نسیم، خوب میشه. حالت بهتر میشه. بهت قول میدم. ببین تمام دکترها همه هر کاری از دستشون برمیاد برات انجام میدن. یعنی واقعا خوب میشم چنگیز؟ البته آقا چنگیز آزمایشات هنوز تموم نشده. نصف خانم باید استراحت کنن. آی دکتر حالش چطوره؟
آقا چنگیز پیوند الزامی شده. خب فوراً پیوند بزنی. باشه ولی به این راحتی ها نیست. هنوز نوبتش نشده. نه آقای دکتر اشتباه میکنی. اون دیگه نوبتش رسیده. من هم نوبتشو دارم هم پولشو. زود باشین دیگه معطل نکنین. فوراً عملش کنین. سریع. مراد به دادمون برس. میخواد نوبتشو بده کسی دیگه. چی؟ دخترم همچین چیزی میشه این کارو کرد؟ قانونی نیست ولی ظاهرا انجام میدن. فهمیدین کیه؟ شاید بتونم پیداش کنم. گفتن چنگیز آقا. مادر تو برگرد خونه. اصلا تنهاست. ببخشین. بله. نریمان خانم کجان؟ من خبری ندارم. باید تا دیر نشده پیداشون کنم. خب من چی کار میتونم بکنم؟ میتونی اجازه بدی زنده بمونه. نمیدونم چی داری میگی. میدونی. البته که میدونی. حالا جرمش به کنار، کاری که میکنی گناهه. چرا متوجه نیستی؟ گفتم نمیدونم چی میگی. بندازینش بیرون. بیا. نباید این کارو بکنی. اجازه نمیدم همچین کاری بکنی. نمیتونی با پول حق کسی رو بخری. نمیتونی. من اجازه نمیدم. نمیتونی. برو بیرون دیگه. برو بیرون. همسرم چطوره؟ خوبه، دارن واسه عمل آمادش میکنن. خوبه. مرد عوضی. چرا حالیت نیست؟ اون خودش انتخاب کرده. آینده پسرشو میگم. تنها چیزی که از من خواست تامین آینده پسرش بود. منم قبول کردم. ولی اون میمیره. همسر منم میمیره. اما اون نباید بمیره. انتظار ندارم درکم کنی. من نمیتونم کاری بکنم. این بی‌عدالتیه. پس مرگ همسر من چی؟ مرگ همسرم چی؟ نگاش کن، اون خیلی جوانه. بریم. راه باز کنیم. چیزی نیست، آروم باشین. چی شده؟ تو پارک افتاد زمین. ممنون آقای محترم، خودمون بقیه کارا رو انجام میدیم. زود باشین سریع. اینجا چه خبره؟ اسم بیمار ثبت شده، مشکل کلیه داره. فوراً ببرینش مراقبت های دیگه. باید این کارو بکنی. خودت هم میدونی. وضع بیمار وخیمه. فکر نمی کنم مدت زیادی دوام بیاره. پیوند ضروریه. باید تحت کنترل باشه. برم ببینم چیکار میتونم بکنم.
باشه آقای دکتر. مراد، نریمان خانمو پیدا کردن. چطوره؟ حالش خوب نیست. تقصیر منه مروه. چی؟ چطور؟ تقریبا 10 سال پیش بود. داشتم از دست پلیسا فرار میکردم. خاله نریمان همسایه بغلیمون بود. رفتم تو حیاط اونا. یه سطل پر از هیزم نیم سوخته رو ریختم رو زمین. بدون اینکه پشت سرم رو نگاه کنم فرار کردم. اون شب خونه‌شون سوخت. همه چیزشون رو از دست دادم. تو کوچه زندگی میکردن. شاید اگه اونقدر سختی نمیکشید الان دوچار چنین وضعی نمیشد. اگه اون تو این شرایط نبود یه نفر دیگه نمیتونست از حق اون استفاده کنه. ببین من میتونم جون یه آدم رو بخرم. یادت بهت گفته بودم کاش میتونستم گذشتم رو عوض کنم. حالا یه شانس دارم مروه. نمیفهمم چی میخوای بگی مراد. میخوام هم خاله نریمان همون یکی مریض زنده بمونن. ولی چطوری؟ حالا که 2 مریض و 1 کلیه هست میتونم یه کاری بکنم که هر دوتایشون زنده بمونن. این پسر کجا موند؟ زنگ زد. بفرمایید. چی؟ چی شده ماما ملک؟ افه تو بمان پیش داداش حسنت پسرم. خدایا خودت کمکمون کن. ببینم میخوای من دوستت باشم؟ بله ولی بیشتر میخوام با عمو مرادم دوست باشی. پس گوش کن ببین من چی میگم. چی شده دخترم؟ سریع بیا این فرصت نداریم. پسرم چیزی نیست مادر، حالم خوبه. تو چی کار داری میکنی؟ مادر اگه اومدی منصرفم کنی خواهش میکنم برو. ولی مراد فکر نمی کنی داری افراط میکنی؟ گناه که بزرگ باشه مسئولیتش هم بزرگه مروه. باید این کارو بکنم. پسرم تو متوجه اشتباهت شدی. برای جبرانش هم هر کاری که لازم بود انجام دادی. انجام ندادم مادر. شایدم هرگز نتونم انجام بدم. خیلی بدی کردم ولی قصد جون کسی رو نکردم. اگه اونا آتش سوزی رو راه انداخته بودم و اونا تو کوچه نمونده بودن شاید هیچ کدوم این بلاها سرشون نمی اومد. ولی حالا ممکنه خاله نریمان بمیره. اون وقت من باعث مرگش میشم. نمیتونم اجازه این کارو بدم. نمیتونم. میتونین اینجا صبر کنین. متشکرم. خواهش میکنم وظیفه‌مه. ممنون. خوش اومدی حسن. خاله ملک باید مادرم رو ببینم. نمیتونی الان ببینیش. اون میمیره نه؟ میمیره؟ نمیمیره. مراد داره کلیه‌شو بهش اهدا میکنه. مادرت خوب میشه. من نمیخواستم اینطوری بشه. به جای این حرفا بهتره برای هر دوشون دعا کنیم. تو دعا کردن بلد نیستی؟ داشت یادم میرفت افه. داشت یادم میرفت. چقدر طول میکشه؟ شاید خیلی طول بکشه. شما برین، من اینجا هستم. اگه چیزی بشه فوراً تماس میگیرم. اف دیگه باید بخوابه. حق با توی دخترم. نگرانم ولی چاره ای نیست. پاشو افه، پاشو عزیزم بریم.
تموم شد؟ شروع نشد که بخواد تموم شه. خاله نریمان؟ خاله نریمان حالش خوبه. یعنی چی؟ کجاست؟ حسن پسرم. شما؟ سلام، من نیسه هستم، زن چنگیز. جراحی چی شد؟ من جراحی نشدم، نتونستم. اگه قرار بود شما به خاطر من جونتون از دست بدین چطور میتونستم زندگی کنم؟ نمیتونستم زندگی کنم. هر روز از زندگیم برام عذاب میشد. ولی حالا صبر میکنم. وقتی من بچه بودم مادر بزرگم همیشه به هم میگفت انسان عجول آفریده شده، هر چیز صلاح همون میشه. اگه از اولش میدونستم چنگیز میخواد چیکار کنه اصلا اجازه این کارو نمیدادم. شما آدم درست کاری هستی. من بچه ندارم، ولی شما صاحب یه پسرین نریمان خانم. برای اینکه بتونین کمکش کنی باید زنده بمونی. بیا، میخوام یه چیزی نشونت بدم. مادر جانم پسرم، منو ببخش مادر، منو ببخش. من لیاقت شما رو ندارم. تو این دنیا تو همه چیز منی پسرم. مراد بیا پسرم. چطوری این کاراتون رو جبران کنم؟ مراد، حق تمام کارایی رو که انجام دادی به گردنمه. انشاءالله خداوند تو هر دو جهان همسایه‌ای مثل شما نصیبم کنه. اولین روزی که منو تو بازار پیدا کردی یه چیزی پرسید. بله. من حلالت کردم فرزندم، خدا کمکت کنه پسرم. خدا ازتون راضی باشه. اگه حقی به گردنت دارم داری حسن، مگه میشه نداشته باشی؟ حلالت کردم مراد، حلالت کردم. روشون شد. مثل اینکه راجع بهشون چیزی بهت نگفته بودم. فقط گفته بودی اینجا دفن شده. شاید منتظر چنین روزی بودم. من پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم بزرگ شدم. آخرین روزهای زندگیشون با اونا بودم. هر دو روی 2 تخت مقابل هم خوابیده بودن. یه هفته بعد از مرگ مادر بزرگم پدر بزرگم هم مرد. انگار که دنبالش رفته باشه. یه روز قبل از مرگش گفت برم کنارش بشینم. ازش پرسیدم دلت برای مادر بزرگ تنگ نشده؟ لبخند زد و گفت ما همدیگر رو تو این دنیا تو آینه اسرارآمیز دیدیم. انشالله وقتی زمانش برسه و بازم به هم برسیم پرده اسرار کنار خواهد رفت. اون موقع است که واقعا همدیگر رو خواهیم دید. من بدون تو نمیتونم تحمل کنم. نه ترس. اگه واقعا منو همراه خودت میدونی باید این واقعیت رو بپذیری. پرده اسرار کنار بره چی باقی میمونه؟ فکر اونو بکن. دیگه سعی نکن به قیمت جون کسی دیگه ای منو زنده نگه داری چنگیز. اون وقت هر چقدر که تو این دنیا با هم باشیم ابدیت بر از هم جدا میکنیم. اومدم استاد ابراهیم، شما میتونی بری. استاد ابراهیم، مزرعه رو نقد فروختی یا قسطی؟ هر وقت گرفتاری رفت شد قرضتو میدی پسرم. ممنون استاد.
اما مراد، آدمایی که با همسایه‌شون مهربونن بهترن. بله افه. چرا؟ چون پیامبر گرامیمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه خیلی حساس بودن. اونایی که با همسایه هاشون خوش رفتاری کنن پیش خدا عزیزترن. به نظرت خوب نیست جزو آدمایی باشیم که خداوند دوستشون داره؟